خدمتتون. من دکتر کمال احمدی هستم، روانپزشک و روان درمانگر. مبحثی که میخوام خدمتتون تدریس کنیم، حالا این اسلاید براتون داره میاد دیگه، درسته؟ خب من همیشه به همکارا میگم که وقتی میخواین یه مبحثی رو خوب یاد بگیرین، تصورش کنین که توی درمانگاه نشستین و یه مریض حالا اطفال همراه با مادرش معمولاً مراجعه میکنه و اون چیزی که تو ذهن ما میاد که آیا این کیس اوتیسمه یا کیس ADHD. اوتیسم و ADHD با هم همپوشانی خیلی زیادی دارن و تو این جلسه من فکر میکنم بتونم ADHD رو بگم خدمتتون. حالا اگر شد تعیین کنیم یک زمان دیگه اوتیسم رو هم با جزئیات بهتون بگم. مخاطبین من چون هم همکاران استاژر هستن، هم اینترن و هم حالا متخصصین هستن، من سعی میکنم بیانم طوری باشه که حالا هر سه گروه محترم بتونن متوجه اصطلاحات بشن. فقط اول به عنوان مقدمه میگم که اون علائمی که با هم شبیهه، یعنی هم ADHD و هم اوتیسم، یک تکانشگری دارن توی شرحالشون، ایمپالسیویتی دارن، یک کاهش تمرکز دارن، یک مشکل توی یه مشکل دارن توی ارگانیزه کردن کاراشون، یعنی کاراشون رو بخوان دسته‌بندی کنن، پلن بذارن، برنامه ریزی کنن. توی روابط اجتماعیشون خیلی مشکل دارن، توی تنظیم هیجاناتشون مشکل دارن و یه ویژگی خاص هم دارن، نسبت به محرک‌های محیطی حساسن، به هم میریزن، مثلا با نور زیاد یا با یه سر و صدای زیاد به هم میریزن و این چیزاییه که هم توی اوتیسم و هم توی ADHD ما میبینیم. اینجاست که یکم گیج میشیم که این کدومشونه. این مادری که اومده داره شرح حال میده، مثلا میگه این تکانشگره، توجه نداره، توی مدرسه حواس پرته، درسش ضعیفه، با بقیه دوست نمیشه. این ایرادش اینه که این اوتیسم داره یا ADHD داره. که حالا این جلسه ما میخوایم با هم دیگه ADHD رو بررسی کنیم. رفرنس هایی که من استفاده کردم که خدمتتون عرض میکنم، کتاب سیناپس روانپزشکی هستش که ادیشن جدیدش امسال رفرنس امتحانات ما هم بود، امتحان برد، ادیشن 2022 هستش که جدیده و یک گایدلاین NICE هستش که گایدلاین NICE مربوط به یک انجمن سلامت روان و سلامت بدن کلا مال انگلستان که اونم گایدلاینش به روزه و در آخر هم اگه وقت شد یه اطلاعات کلی میدیم که به زبان راحت‌تر و عامیانه‌تر، چیزی که میتونیم به خانواده ها بگیم. و همینجور که من دارم پیش میرم، شاید دور و بر خودتونم بتونید شناسایی کنین که کودکانی که دور و برتون هستن یا تو شرحال شخصی خودتون ممکنه بتونین بعضی علائم رو پیدا کنین. پس این نکات کاربردی که اون آخر بگم ممکنه به درد شما به عنوان حالا یه غیر پزشک هم بخوره. خب برای استاژرهای عزیز میگم ADHD مخفف Attention Deficit Hyperactivity Disorder هستش و ADD مخفف Attention Deficit Disorder، یعنی اینا اختلال ADHD هستن که اون جزء هایپراکتیویته‌شو ندارن، فقط بیشتر شکایتشون اختلال توجه هستش. ولی به طور کلی اصطلاح ADD خیلی کم استفاده میشه. الان بیشتر کلی همون ADHD رو میگن. ممکنه منظورشون از ADHD خیلی وقتا اون زیرگروه ADDش هم باشه. از نظر تاریخچه‌ای هم تو ذهنتون باشه که این بیماری بوده که سال 1945 اولین بار معرفی شده و سال 1987 انجمن روانپزشکی امریکا دیگه رسما اعلامش کرده. حالا برای که باز تو ذهنتون بمونه، سال تولد خودتون کی بوده؟ چون جوونم هستن استاژرها، قبل از تولد شما یا بعد تولد شما چقدر اون موقع ها این بیماری مطرح شده بوده؟ ولی خب الان تازگی خیلی، به قول آقای دکتر، تازگی خیلی داره تشخیصش بیشتر میشه. معمولا تو بچگی ما خیلی تشخیص نمیدادن این اختلالو. به طور کلی علائم ADHD 3 دسته است: علائم بی‌توجهی، تکانشگری و اون بیش فعالیشون. خب این قسمت هایی که براتون گذاشتم متن کتاب سیناپسه که من بعضی جاهاشو هایلایت کردم. حالا از اینجا که خوندنش سخته، من خدمتتون میگم، به توضیحات من گوش کنید. یه مقدمه، کلا ADHD یک اختلال نوروسایکیاتریکه، بیس بیولوژیک داره. یعنی چی؟ یعنی واقعا تو بدنشون یک مشکل هورمونی و آناتومی وجود داره
اینجوری نیست که فکر کنیم فقط به خاطر مثلا تربیت اشتباه پدر و مادر بوده یا مثلا به خاطر یه محیطی بوده که نگلکت شده. یک اختلال بیولوژیکه که توش دوپامین خیلی نقش مهمی داره و از نظر آناتومی هم قشر پرفرونتال مغز که حالا جلوتر من رو تصویرم بهتون اینو نشون میدم. قشر پرفرونتال مغز کارایی که میکنه توی توجه، توی مهار، توی تصمیم گیری، توی پاسخ دادن، توی حافظه کاری، توی ویجیلانس یا گوش به زنگی برای ما داره کار میکنه و به طور کلی از نظر شیوعش هم توی کتاب سیناپس گفته که 5 تا 8% بچه ها در سن مدرسه این بیماری رو دارن. کودکان مدرسه ابتدایی 5 تا 8%شون این اختلال رو دارن. از این میزان 60 تا 85%شون تا دوران نوجوانی هم علائمشون ادامه پیدا میکنه و چیزی که خیلی جدیدتره و تازه فهمیدن این که 60%شون تا بزرگسالی هم علائمشون ادامه پیدا میکنه. پس برخلاف تصور ما ADHD صرفاً بیماری اطفال نیست، یعنی حتی ممکنه که بزرگسالان اطراف ما هم این اختلال رو داشته باشن که از کودکی درمان نشده که حالا با هم دیگه بررسی میکنیم که چه چیزایی هست. بله 60% علائمشون منتقل میشه به بزرگسالی. جلوتر هستش، فکر کنم نوشتم تو جلوتر خدمتتون میگم، تو گایدلاین بهش اشاره کرد. DSM-5 که رفرنس روانپزشکی ماست که اختلالات رو از روش ارزیابی میکنیم یه تغییراتی کرده. هر سال مثلا هر چند سال یه بار DSM تغییر میکنه. باز اینو واسه استاژرها میگم. مثلا موقعی که من درس میخوندم DSM-4 بود، الان شده DSM-5. DSM-5 یه تغییراتی کرده، این مهمه. زمان قدیم زیر 6 سال سن تشخیص ADHD رو در نظر میگرفتن، الان شده تا 12 سال. یعنی این یک تغییریه که فهمیدن که این علائم تا 12 سال هم در نظر بگیرن هنوز میتونیم تشخیص ADHD رو بذاریم. و یه تغییر دیگه که کرده، قبلا میگفتن که اینا زیرگروه دارن ولی الان براش اسپسیفایر تعیین کردن، یعنی بعضی که تشخیص ADHD رو میذاریم حالا باید نوعش رو تعیین کنیم. آیا هم علائم بیش فعالی داره و کمبود توجه، یا اینکه فقط علائم بیش فعالی داره، یا اینکه فقط علائم کم توجهی داره. و اینکه حالا اون کرایتریای DSM-5 رو که شامل همون علائمیه که الان می‌خوایم با هم دیگه بررسیش کنیم یکم دقیق‌تر، برای کسایی که کوچیک‌تر هستن برای بچه‌ها میگن 6 تا علامت داشته باشن. تو DSM-5 گفته کسایی که بزرگتر هستن توی ادالت یعنی بالاتر از 17 سال 5 علامت رو در نظر بگیریم کافیه. تأکید داره که حتما باید منجر به نقص شده باشه، ایمپیرمنت یعنی فانکشنشون رو افتاده باشه این علائم، و حتما باید تو 2 تا محیط این علائم دیده بشه. حالا توی بچه این 2 تا محیط میشه یکیش مدرسه یکی خونه، یا اینکه تو خونه خودشون و خونه یکی از اعضای مثلا فامیلشون این علائم دیده بشه. تو بزرگسالا هم 2 تا محیط میشه، یکی محیط مثلا منزل خودشون یکی محیط کارشون. تو 2 تا محیط باید حتما این علائم دیده بشه. اگه فقط میره خونه مادر بزرگش این علائمو داره نمیتونیم براش تشخیص ADHD بذاریم. ICD-10 هم یکی دیگه از منابعیه که برای روانپزشکی تشخیصاش استفاده میشه. ولی من اینجا آوردم، اونجا اسمشو گذاشتن اختلالات هایپرکینتیک و تفاوتش اینه که اون سن 5 سال رو در نظر میگیره ولی DSM-5 سن 12 سال رو در نظر میگیره و اسمش تو DSM-5 ADHDه. خب فکر کنم اینجا بود اون جواب سوال شما دکتر که توی اپیدمیولوژی میگه که 7 تا 8% کودکان سن دبستانی شیوع داره، 5% تو نوجوانان شیوع داره و توی ادالت 2.5% شیوع داره. بله. و نکته که هست اینه که تو پسرها بیشتره. حالا تو ذهنتون من همش اینو دعوتتون میکنم به اینکه یک مثال بالینی از فامیل اطراف تو ذهنتون بیارین تا اینجوری بهتر یاد بگیرین. یعنی همین یه باری که من میگم کامل یاد بگیرین دیگه، جخت نخواد دوباره مرور کنین. بیشتر هم پسرها شلوغن دیگه. ADHD تو پسرها بیشتره، اینقدر بیشتره که 2 برابر یا حتی 9 برابر ممکنه بیشتر باشه.
و اینایی که ADHD تو خانواده دارن اطرافیانشون هم شرحال بگیرین. معمولا اطرافیانشون اختلالات کنترل تکانه دارن، اختلال اضطرابی دارن، اختلال افسردگی دارن، مثلا پدر مادر افسرده دارن، چون اینا ژنتیکش به هم همپوشانی داره. اگه یه بچه ADHD داشت، خواهر یا برادرش ممکنه ADHD نداشته باشه، ولی ممکنه ببینید که از نظر آکادمیک یا توی مدرسه یا توی شغلش ضعیف عمل میکنه. یعنی این هم یک زمینه ژنتیکی مشابه اون خواهر یا برادر ADHDش داره. اینا دونستنش مهمه، به خاطر اینکه شما میتونین اعضای خانواده‌اش هم اسکرین کنین و معمولا توی مدرسه یا توی مهد کودک اولین جاییه که متوجه میشن که احتمالاً این بچه ADHD داره. علتش هم تا 75% ژنتیکه و وراثتیه. یک بیماری هم نورو آناتومیکال و هم نوروکمیکاله که گفتم کدوم استاجرها بگن کدوم هورمون؟ دوپامین. کدوم قسمت آناتومی مغز؟ پرفرونتال. خب خوب گوش کردین. خب یه نکته وجود داره، زمانهای قدیم به خانواده ها میگفتن که اینا به خاطر مشکلات غذاست، مثلا به خاطر شکر غذاست، به خاطر افزودنیای غذاست، یا به خاطر رنگای مصنوعی که تو غذاست، و بعد خانواده ها رو به اشتباه راهنمایی میکردن که از اینا به بچت شکر نده، یا مثلا رنگای غذایی این افزودنی‌ها رو نده، نگهدارنده رو نده. هم توی این کتاب سیناس و هم تو گایدلاین تاکید کرده که این هیچ زمینه علمی نداره. حالا معلوم نیست کجا یه حرف یه جایی گفته شده، شاید یه مقاله‌ای، ولی اصلا بعدش تایید نشده و هیچ محدودیت غذایی ندارن و ربطی نداره بچه‌ای که شکر بخوره شلوغ نیست. این یه باور اشتباهه و اون پایینم هایلایت کردم، حالا خیلی کیفیت نداره. یه باور اشتباهی که میگن که امگا 3 بدین، کپسولای امگا 3 بدین که بچه خوب بشه. این هم هیچ بیس علمی بعداً نداشته، ثابت نشد. خب حالا من همینجا دارم یه کلیات میگم، دوباره باز وقتی گایدلاین رو بگم همش مرور میشه با جزئیات بیشتر. یه بارم وقتی که نکات پرنتم بگم دوباره هم مرور میشه و همین شما اینجا کامل یاد میگیرین. برای درمان سیناپس داره میگه که درمان دارویی اولین انتخابه. و چه داروهایی؟ داروهای محرک، بهش میگن استیمولانت ها، CNS استیمولانت. و بیشتر هم استراتژی الان اینه که سعی کنیم داروهای طولانی اثر بدیم، یا بهش میگن داروهای ساستینت ریلیز. چرا؟ چون این داروها یک بار در شبانه روز تجویز میشن. این یک بار تجویز شدنش خوبیش اینه که صبح بچه اون دارو رو میخوره یا اون فرد ادالت صبح اونو میخوره، بعد از صبحونه و در 24 ساعت دیگه نمیخواد مصرفش کنه. فایدهش اینه که مثلا یکیش اینه که استیگماش کم میشه. خب مثلا بچه‌ای که تو مدرسه باشه، اونایی که بهشون داروهای کوتاه اثره، مثلا ریتالین کوتاه اثر میدن، یه بار صبح مامانش میده، یه بارم مثلا ساعت مثلا زنگ تنفی معلم باید بهش بده. ممکنه که حس خوبی نداشته باشه جلوی دوستاش از اینکه داره دارو میخوره، یه استیگما ممکنه با این قضیه باشه. پس طولانی اثر خوبیش اینه. یکی دیگه هم این که داروهایی که کوتاه اثرن بعدش ریباند دارن، یعنی تا 3-4 ساعت حالش خوبه، بعد دوباره بچه شیطون میشه، دوباره حواس پرت میشه. ولی اگه داروی طولانی اثر بدین، در طول روز آروم آروم آهسته در بدنش آزاد میشه و اون اثر ریباند رو هم توش نمیبینیم. پس استراتژی جدید اینه که ما داروی سینگل دوز بدیم و طولانی اثر بدیم. اینجا هم گفته داروهای کوتاه اثر حدود 1 تا 4 ساعت اثر دارن. داروهایی که طولانی اثرن extended release هستن، اصطلاحا میگن ER، تو نسخه ها می نویسن ER. بین 8 ساعت تا 12 ساعت طول اثر دارن و این خیلی خوبه، این پیشرفت علمه که تونستن داروهایی به این خوبی بیارنشون. به جز داروهای محرک، داروهای غیر محرک هم داریم، مثل داروی اتوموکستین. اتوموکستین یک دارویی که بازجذب نوروپینفرین رو کاهش میده. نوروپینفرین در سطح خون فرد میره بالا. استیمولانت ها دوپامین رو میبرن بالا. اما اگر حالا بخواد توضیحاتشو بعدا میگم و هر دلیلی تصمیم گرفتیم که استیمولانت ندیم، میتونیم اتوموکستین بدیم که نوروپینفرین رو میبره بالا. اونم میتونه درمان ADHD باشه. اگر اتوموکستین هم نخواستیم بدیم،
داروی کلونیدین داروی آلفا آگونیسته. کلونیدین هم جزو درمان‌ها هستش. البته داروی گوانفاسین و کلونیدین هر دوتاشون آلفا آگونیستن، ولی گوانفاسین ما تو ایران نداریم. حالا ما تو مشهد اساتید فوق اطفالمون میگفتن که گوانفاسین خیلی داروی خوبیه. مثلا اساتیدی که خارج کشور تجربه کرده بودن میگفتن که گوانفاسین خیلی داروی خوبیه، ولی حیف که ما تو ایران نداریمش. و داروهای دیگه مثل داروی بوپروپیون که جزو داروهای آنتی دپرسانه و داروی ونلافاکسین، اینا هم واسه درمان ADHD استفاده میشن. حالا با جزئیات بیشتر خدمتتون میگم. از عوارضی که داروهای محرک دارن، داروهای استیمولانت، اینه که ممکنه سردرد بده، بیخوابی بده، تهوع بده و اینا خیلی مهمن، چون خانواده‌ای که میان پیش شما نگران بیخوابی بچه‌شون میشن، نگران کمبود اشتهاش میشن. و یک نکته که من اینجا هایلایت قرمز کردم تیکه. خیلی از بچه‌ها از قبل تیک دارن. خیلی از بچه‌ها به دنبال مصرف دارو تیکشون بیشتر میشه و خانواده نسبت به دارو گارد میشن. نکته‌ای که وجود داره، این کتاب سیناپس جدید چند جا اینو تاکید کرده، تو گایدلاین هم که بعداً خدمتتون میگم تاکید کرده. هیچ جا ثابت نشده که داروهای محرک دارن تیک ایجاد میکنن. یعنی یه جورایی بالاخره نفهمیدن که این داره تیکو زیاد میکنه، تیکو ایجاد میکنه، یا اینکه اصلا داره تیکو خوب میکنه، چون تو خیلی از مریضایی که تیک داشتن با مصرف ریتالین کم شده. پس شما تا همینجا این یک اطلاعات خیلی مهمه که میتونید خانواده‌ها رو راهنمایی کنید. تیک یه چیزیه که باید فالو بشه. شما باید این شرحال دقیق بگیرید ببینید قبلا داشته یا تو خانواده‌اش داشته و از این به بعد فالوآپ کنین ببینین چه تغییراتی میکنه. جوابی که به خانواده‌ها برای تیک میدین اینه که اصلا مشخص نیست که این دارو مقصرش باشه. حتی خیلی وقتا خوب شده. بر اساس کتاب اینه. اما مهمترین چیزی که خانواده رو نگران میکنه، چون تو بچه‌ها باز بیشتر ADHD بحث شده، بحث رشده. خب بچه‌ای که اشتهاش کم بشه ممکنه قدش کوتاه بمونه و این خیلی واسه خانواده‌ها نگران کننده است. حالا برخلاف تیک که من دارم اینقدر ازش دفاع میکنم که مشخص نیست داروهای ما دارن زیادش میکنن، در مورد رشد من نمیتونم این دفاع بکنم، چون واقعا نشون داده شده که یه مقداری روی رشد تاثیر داره. یعنی یه خانواده میان با یه بچه‌ای که خیلی همه رو آسی کرده، مجبوریم بهش داروی ریتالین رو بدیم، از اون طرف نگران رشدشیم. فکر کنیم ما میتونیم چی بگیم برای رشدش، چه کاری بکنیم؟ استاژرها بگم، اینترنا میتونم بگم اگه بلدم. یه توصیه خیلی ساده، دارو کمبود اشتها میده. چیکار کنن؟ میشه اشتها آور بدم، ولی قبل از اون اول صبونه‌شو بخوره بعد اینو بخوره. میخواد بره مدرسه، چون نمیدونم تجربه مصرفش رو دارید یا نه، واقعا اشتها رو کم میکنه. حتی به عنوان داروی لاغری داره برای بعضیا سوء استفاده میشه از این قضیه. خب چون اشتها رو کم کنه، توصیه خیلی ساده، اول غذاشو بخوره بعد شما بهش قرصشو بدین. خب حالا ما خودمونم اگه واقعا بهمون ثابت شد که داره رو به مرور زمان رو قدش تاثیر میذاره، البته خیلی کم تاثیر داره ها، ولی تاثیر داره، باید بهش دراگ هالیدی بدیم. مثلا میگیم که این پنجشنبه جمعه اون قرصو نخوره، اون موقعی که نمیخواد مشق و درس چیزی مهمی بنویسه، یا تو تابستون که مدرسه نمیره قرصشو نخوره که اون رشدش رو بتونه فرصت پیدا کنه، رشدش رو داشته باشه. خب داروی متیل فنیدیت برندش ریتالینه، من انقدر دارم اسمش رو میارم، برند مشهورش ریتالینه. ولی یه داروی دیگه هم داریم، ترکیبات دارویی دکسترو آمفتامین و ترکیب دکسترو آمفتامین آمفتامین به صورت ترکیبی. حالا خدمتتون میگم جلوتر که حالا اینا کتاب رفرنسی و بر اساس منابع خارجیه، موجودی داروخونه‌های خودمون رو خدمتتون میگم که چقدر فرق میکنه. یه نکته مهم هم بیخوابیه، یکی اشتها بود، یکی هم بیخوابی. داروهای محرک بیخوابی میده و اینم خانواده‌ها رو نگران میکنه. حالا این توصیه ساده چیه؟ صبح بخوره. آره صبح بخوره، بعد از اون مثلا ساعت 6 عصر بعد نخوره. بعد اینی که حالا داروشو چی بدیم اینم خیلی مهمه، اینو یاد بگیرین، چون میان پیش شما، ممکنه برای درمان ADHD پیش ما بیان، ولی به خاطر شکایت از بیخوابی داروها پیش شما میان
پیش متخصص اطفال، پیش پزشک عمومی ممکنه بیان. داروهایی که میتونین بهش بدین، میتونین شربت دیفینیدرامین بدین به بچه که بخوابه، این طبق کتابه، با خیال راحت. ترازودون میتونین بدین. ترازودون یکی از داروهای ماست، ولی شما میتونین لودوز ترازودون 25 تا 50 میلی برای خواب بچه تجویز کنین. و البته اینجا گوانفاسین گفته باز ما نداریم، به جاش میتونین کلونیدین رو بدین. حالا این هم یه جزئیاتی داره که بعداً میگم، خیالتون از این بابت راحت نباشه، ولی دیفینیدرامین و ترازودون رو با خیال راحت تجویز کنیم برای بیخوابیش. خب این هم توضیحات همین داروهاست که گفتم. یه نکته داره، داروهای محرک اگه توسط کسی مصرف بشه که ADHD نداره، بهش حالت یوفوری میده، یعنی حس سرخوشی بهش میده. برای همین احتمال ابیوز این داروها وجود داره. مثلا دانشجویی که برای شب امتحان دوست داره ریتالین بخوره که نخوابه، اگر خودش ADHD نداشته باشه ممکنه یه حس سرخوشی رو تجربه کنه و هی مصرف اینو بیشتر و بیشتر کنه، روزی 10 تا 20 تا 30 تا، هی ممکنه بیشتر و بیشتر مصرفش کنه و بهش معتاد بشه. نکته‌ای که وجود داره، این حس سرخوشی رو شاید اون بچه ADHD هم تجربه کنه، ولی با گذشت زمان بهش حس تحمل ایجاد میشه. برای همینی که اون کسی هم که داره مصرفش میکنه هی تعدادشو میبره بالا. دقیقاً همون داستان اعتیاد که اون روز خدمتتون تدریس کردم، بچهای استاژر روان. بعد از یه مدت حس تالرنس که ایجاد بشه تعدادش میره بالا. حالا نکته‌ای که هست، شما برای خانواده‌های ADHD اگه می‌خواید توضیح بدین، اینکه نگران نباش اگه می‌بینی تغییر کرده، بعد یه مدت تحمل به حس سرخوشیش ایجاد میشه، تحمل به اثر بیخوابیش ایجاد میشه. اما نکته‌ای که داره، اون اثر خوبی که روی ADHD داره که ما به خاطر اون داریم تجویزش میکنیم که توجه تمرکزش بره بالا، هیچ وقت بهش تحمل ایجاد نمیشه اگه به آدم درست و تشخیص درست تجویز بشه. خب اما کسی یعنی کسی که قشر پروفرونتال سالم داره، کمبودی نداره که وقتی بهش ریتالین میدین هی دوز خودشو میبره بالا. اما اگر کسی ADHD داشته باشه، کمبودش تامین میشه، دیگه دوزش هم بالاتر نمیره. از بین داروهایی که خدمتتون گفتم، اتوموکستین دارویی بود که چی رو بالا میبرد؟ نورپینفرین. بازی از که یعنی سطح نورپینفرین تو بدن میاد بالا، درست؟ یک چیز خطرناک داره، اگه مریضی داره اتوموکستین میگیره میاد پیش شما با زردی، با LFT مختل، حواستون باشه که دارو باید قطع بشه، چون ممکنه عوارض کبدی داشته باشه، ممکنه عارضه استیون جانسون هم داشته باشه که روی پوستشون یک سری بصورات پوستی ایجاد بشه، شروعش اینه و ممکنه یهو شعله ور بشه. به خاطر این دوتا چیز باید دارو رو قطع کنین. این هم کمکیه که شما میتونید به خانواده بکنین اگه که اطلاعاتشو داشته باشین. خب من رد میشم. داروهای آنتی سایکوتیک هم که داروهای روانپزشکی هم، مثل داروی ریسپریدون، اولانزاپین، اینا داروهایی هستن که متخصصین فوق اطفال روانپزشکی برای درمان ترکیبی ADHD استفاده میکنن، ولی توصیه شده که حتی روانپزشک هم دست نزنه اینجور ترکیبای دارویی نده. حالا جلوتر خدمتتون میگم تو گایدلاین. فقط بدونید که این دارو هم استفاده میشه. یه داروی دیگه هست به نام مودافینیل، میشناسینش؟ آفرین دکتر. برای نارکولپسی درست استفاده میشه. مودافینیل هم بیخوابی میده، ولی تو درمان ADHD هم استفاده میشه. محرک CNS هم هست دوباره و استفاده میشه. مودافینیل هم داروی خوبیه، اینم بشناسید داروشو. و ونلافاکسین هم که یک آنتی دپرسانه که گفتم خدمتون استفاده میشه. خب من از اینا رد میشم. حالا بریم حرفای غیر اختصاصی تر بگم، یکم که استراحت کنیم. بچه‌ای که ADHD دارن خیلی فعالن، بیش از حد فعالن، اصطلاحا میگن دیوار راستو میرن بالا، شلوغن، بی توجهن و خیلی تکانشگرن. پیدا کردین یه نفر تو فامیلتون قبول بهش فکر کنین یا خودتون؟ پیدا کردین؟ یا کیسی که تو درمونگاه دیده باشین. کسش وقتی میاد تو درمونگاه واقعا یه دقیقه نمیشینه، مهرتون رو برمیداره، وسایلتون رو برمیداره، با همه چی بازی میکنه، شلوغه. وقتی میگیم بی‌توجهی یعنی چی؟ مثلا مثالای بی‌توجهی اینه که
اصلا به حرف شما گوش نمیده، نمیتونه نگاه کنه طولانی مدت به شما، نمیتونه یه کار رو به آخر برسونه. یه کارتون رو تا آخر نمیبینه، بزرگترها یه رمان رو تا آخر نمیخونن، میرن آخرش رو میخونن، نمیتونن همش رو بخونن. فیلم رو میرن آخرش رو میبینن، سریال نمیتونن ببینن. خیلی فراموشکارن، وسایلشون رو جا میذارن، خیلی زود حواسشون پرت میشه. اینا علائم بی‌توجهی بود. علائم هایپر اکتیویتی همینه که خیلی پرحرفن. علائم ایمپالسیویتی اینه که حرف شما رو قطع میکنن، وسط حرف شما میپرن، تو صف نمیتونن وایستن. اینا رانندگی های خطرناک دارن، پشت چراغ قرمز نمیتونن بایستن، اعصابشون خورد میشه. خیلی هم فضولن، تو کارهای بقیه خیلی دخالت میکنن، نمیتونن وایستن نوبتشون بشه. مثلا میگی وایس تو نوبت، نمیتونه وایسه. خب فکر میکنید این باعث چی میشه؟ مجموعه این آدمی که تو نوبت نمیتونه وایسه همش حق دیگران رو سر نوبت ضایع میکنه، توی کلاس درس وسط حرف معلمش میپره و فراموش هم میکنه. نتیجه چیه؟ یه بچه افسرده‌ای که اعتماد به نفسش پایینه، یه عمر باهاش دعوا کردن و توی روابط اجتماعیش و درس و مشقش همیشه به مشکل میخوره. برعکس این که همه از دستشون عصبانی‌ان، من اصرار دارم که این دیدگاه رو به شما بدم. یعنی اگه هیچی از این جلسه با خودتون نبردین، اینو با خودتون ببرین که این بچه‌ها گناه دارن، چون همه باهاشون دعوا میکنن و یه اعتماد به نفس پایین دارن و از یک افسردگی عمیق در رنجن که نمیتونن بیان به شما بگم من افسردم. بچه نمیتونه اینو بگه. خب شما باید متوجه این قضیه بشین و شدیداً نیاز به کمک دارن. مغز چطوری کار میکنه؟ من یه شکل شماتیک گذاشتم که توصیه میکنم اگه با والدینش سر و کار دارین، شما هم با شکل بهشون توضیح بدین که بدونن داره چه اتفاقی میفته. قشر پرفرونتال خصوصا سمت راست تو این افراد نقص داره. اینجا جاییه که قسمت پیشانی ما آدم هست، یعنی اینجاشون. خیلی شبیه کسایی هن که تو تصادف به پیشونیشون ضربه میخوره، دچار نقص قشر فرونتالشون میشن یا پرفرونتال میشن. خیلی شبیه آلزایمری هم هستن، چون اونا هم همین قسمت مغزشون آسیب میبینه. خب این چیکار داره میکنه؟ قشر پرفرونتال میخواد که هیجان رو، تفکر رو، ارتباطش رو مدیریت کنه. وقتی قشر پرفرونتال دوپامین نداره، نمیتونه این مدیریت رو انجام بده، نمیتونه مهار کنه. برای همین هیجان بی‌مهاره، تفکر بی‌مهاره. برای همین برای بعضیا عجیبه چطور میشه ما محرک مغز میدیم، محرک باید آدمو تحریک کنه دیگه، شلوغ کنه، ولی به بچه ADHD وقتی محرک میدیم مثل آب رو آتیشه، اون آروم میشه، چون ما با محرک قشر پرفرونتالش رو فعال میکنیم و وظیفه قشر پرفرونتال مدیریت یک سری رفتارهای مهاریه. منطقش رو متوجه شدین؟ این میشه نوروساینسش. اینا حافظه کوتاهی دارن و دیسورگانیزن. دیسورگانیزه یعنی چطوری؟ یعنی خیلی بی‌نظمن، شلوغن، آشفتن. همین کار ساده‌ای که شما هر روز دارین انجام میدین توسط قشر پرفرونتالتون انجام میشه. مثل این که فردا مثلا صبح از خواب پا میشم، میرم بیمارستان، اول کلاس دارم، ویزیت دارم، یادم باشه با دوستم قرار دارم، بعدش میخوام برم سلف غذا بگیرم، بعدش میخوام. شما تو ذهنتون مرتب دارین برنامه ریزی میکنین، به همه کاراتون میرسین. این وسط هیچی رو جا نمیذارین. این وسط ممکنه جواب یه همه آدم رو تو گوشیتون هم بدین. این کاریه که شما دارین درست انجام میدین، ولی اون کسی که ADHD نمیتونه. و مشکلی هست که هیدنه، یعنی خیلی ها نمیدونن که چه اتفاقی داره میفته، فقط قضاوت میکنن وای چه بچه شلوغی داره، چه بچه بیادبی داره، و اون خانواده هم خیلی دارن سرکوف میشن به خاطر این قضیه. و یه جمله مشهورم اینه که فکر نکنین بچه های ADHD که نمره هاشون توی درسا پایینه آدم های کم هوشی هن. اینا منتال ریتارد نیستن، اینا کم هوش نیستن، اینا اتفاقا یا هوش نرمال دارن یا از سطح جامعه هوش بالاتری دارن.
میتونین این خبر خوبم به خانواده هاشون بدین. فقط تنها کاری که باید بکنین اینه که توجهش رو با دارو و حالا یه مداخلات که بهتون میگم کنترل کنین. و معلمایی که صبح تا شب دارن با این بچه‌ها دعوا میکنن، یه مثال جالب تو اینترنت داشت من براتون آوردم. مثل این میمونه که انگار یه توپ گرد رو میخوان وارد یک حفره‌ای بکنن که اون حفره شبیه مربعه. با داد کشیدن سرش، با تنبیه کردن، با دعوا کردن، به زور میخوان توپو تو اون حفره مربعی فرو کنن. نمیشه، چون باید روشش رو بدونی که چیه و اصلا بیماری رو تشخیص بدی. نتیجهش اینه که هم معلم فرستره میشه، هم خانواده فرستره میشن، هم بچه. و این سیر بالینیه که طی میکنن بچه ها توی پراسکول، توی مدرسه مهد کودک. یه بچه‌ای که اختلالات رفتاری داره، تو مدرسه اختلال رفتاری داره، اعتماد به نفس پایین داره، تو نوجوانی میره سیگار میکشه، میره به خودش آسیب میزنه، شاید دیده باشین که دستشون رو خودزنی میکنن. و توی سن دانشگاه کم کم داره به مشکلات شغلی میخوره، سمت مواد میره. و توی سن ادالت هم توی ازدواجش ناموفقه، تو روابطش ناموفقه، تو شغلش ناموفقه. و این کسیه که یه ADHD بوده که تشخیصش ندادیم و کمکش نکردیم. پس این تاکید میکنم که یک اختلال کودکی نیست، فقط یک چایلدهود دیزوردر نیست، توی ادالت هم وجود داره. دوباره اینجا آقای دکتر حالا بر اساس گایدلاین هم گفته که اختلال بی‌توجهیشون 3 تا 6% توی ادالت وجود داره. خب تا اینجا شد سیناپس و یه سری اطلاعات کلی. خسته شدین؟ کسی میخواد چیزی بگه یا ادامه بدیم؟ شما به تو نظری دارین؟ ظاهرا اینه که گوش میکنن. بله. حالا تو پرکتیس من خودم حقیقت این شکرمینا رو میگم، اوییدنس موافقم با شما که نیست، ولی حالا یه سری مطالعات شده رژیم رو، ببین یه چیزی مود میشه مثلا میرن رو هر بیماری چک میکنن، کتوژنیک دایت رو یه سری بیماری رو اومدن چک کردن، یعنی روش مقاله هست الان. یکی از اینا ADHD بوده. بله. مثلا